اگر کسی ما رو تایید نکنه و برامون دست نزنه یعنی ما موفق نیستیم. چند نفر رو میشناسید که کارهای بزرگی کردن اما هیچ کس براشون دست نزده؟ نمیدونم مشکل ما چی بود که مدام دنبال تایید دیگران بودیم و تمام ارزش‌های ما رو تاییدها، تشویقها و تحسین‌های دیگران تعیین می‌کرد. چند تا از آدم‌های موفق رو میشناسیم که از همون ابتدا دنبال تایید شدن دیگران بودن و یا مسیرشون رو بر اساس تاییدهای دیگران انتخاب کردن. میدونید حقیقت اینه که اگر ما کاری رو فقط بر اساس این که تایید دیگران رو بگیریم انجام بدیم، اون کار عملاً دیگه هیچ ارزشی نخواهد داشت. باید یاد بگیریم ارزش از درون میاد نه از بیرون و خیلی از مسیرها در سکوت طی شدن، بدون تشویقها، تاییدها و فریادهای هیجان زده و این سکوتها هیچ چیزی از ارزش کار رو کم نکرده. چه کسی میدونه ما چه مراحلی رو طی کردیم تا امروز اینجا هستیم؟ پس به نظرم وقتش رسیده به احترام خودمون و برای خودمون ایستاده دست بزنیم.